این هم برادران عزیز یک نعمتی هست که لایق هر کس نمیشه. چگونه ای که جناب مولوی رومی میگو هر که از عالم گریزد در جهان او ز دولت میگریزد، این بدان. بعضی آدمایی هست که از این صحبت ها و از این مقصد مصلحت ها میگریزن به معنی که خواهش مقصد نشستن و گوش کردن و این میل و این محبت ندارن. لیکن نفرهایی که اگر همین اعتقاد داشته باشن میگه اونها از دولتی، از چی دولت؟ البته توفیق خودش یک دولت هست، ترس خدا خودش یک دولت هست، معلوماتی که از اینجا تو برداشت میکنی یک دولت هست. یعنی از همه اینا برادر عزیز خطا محروم میکنی. برای همین خوش به حال اون نفرهایی که در اینجا حضور دارید، محبت دارید، ذوق دارید. و این حدیثی که منم برادران میخورم چگونه خاری ابراهیم هم، چگونه که خاری ابردین هم در اطراف مادر و در اطراف حرمت کلانترا برای ما صحبت کردن، این حدیث هم خاص به همین ها هست. احترام گویم پدر و مادر است. برادر عزیز، امروز در بین همین جامعه ما هم، در بین فرزندای ما هم همین شنیدن احترام پدر و مادر یک ایداغ روز هم. اگر به شرطی که امروز همین جوانایی که ما داریم خواه مکتبی هست، خواه گویم که از مکتب فارغ شدن، اگر اینها از همین صحبت ها و از همین معناها اگر خودشون کنار گرفتن بگیرن، معناش همین میشه برادرها که ما دیگر پدر و مادرها از دست اینها دیگر یگان راحتی را نمیبینیم. برادر عزیز میدونی که اینها برای چی ما را خدمت میکنن؟ برای آنی که اینها وقتی میفهمند که کسی پدر و مادر اگر احترام نکنه، پیامبر گرامی گفته است که اگر همه خاری و همه ذلت و همه لرزش‌هایی را که شما در دنیا کردین، اگر عذابش خداوند به آخرت مانده باشه، به حرمتی پدر و مادر عذابش همینجا میکشی، بعد خدا جان تا میگیره. یگانه گناهی را که الله مهربان نمیمانه به آخرت، عذابش در همین دنیا باید نشانتیه، الان به حرمتی پدر و مادر نکردی اگر باید اذیتش رو ببینی. عذابش در همین دنیا باید نشانتیه، الان به حرمتی پدر و مادر نکردی اگر باید اذیتش رو ببینی. برای همین ایرا که جوانای ما که میدانند کدامش که میدانند و کدامش که آگاهی پیدا کردند که جنت و دوزخ حل کار در دست پدر و مادرای، اینا را بینه که دیگر همه سعی و تلاش هم میکنه که خلاص پدر و مادر من راضی باشه. و ایلا برادر عزیز، اگر آگاهی نداشته باشد، پروایی ندارد که تو مرسد به چی کار مشغولی، تو بیماری، تو میمبری، اینا قدر چیز مهم برای اون نیست. برای همین من میگم که امروز برای جوانای ما، البته این یکی از داغ روزه، یکی از موضوعهای روزه، یکی از چیزهایی است که بیشتر فرزندای ما باید که ایرا گوش کنند. زیرا که همون قصه که بسیار مشهوره، میگه وقتی که یک حکیم، یک دانشمند حکایه میکند که موی سفیدی را میدیدم که بچهش میزنش. بعدا میگه وقتی نزدیک رفتم موی سفید گریه داشت. گریه داشت. چرا گریه میکنی؟
خلاص وقتی ما او را سیاست کردم بچه‌ش که بسیار کاری بی‌ادبانه کردی، بسیار کاری از مقصد آخی از دین و از همه شریعت کاری بیرون آخی. این چی کار تو میکنی؟ این دستی برداشتگی میدانی چقدر برای تو خلاص خجالت و شرمندگی پیش الله میاره. میگه اما پدرش با میگه بلند بلند گریه داره و نمیماند که من بچه‌ش یگان حرفی بزنم. گفتم برای چی با مقصد خیر نمیمانی که او را ما ملامت کنم، نمیمانی ما او را حقارت کنم، گریت برای چیه؟ گفت گریه من گفت برای همین فرزند من، زیرا که همین کاری را که بچه من در حق من میکند من همین را در حق پدرم کرده بودم. گریم برای همینه که انا همین مشکلات علاقه پگالی از بچهش همین بچه من میبینه. چلی که من کردم این بچه من میبینه ولی از بچهش همین کار در حقش میکنه. برای من برای همین گریه میکنم. ما همه سعیمون برادره، همه کوششمون همینه که فرزندکای ما که الحمدلله ما دعوای دین داریم، ایمان داریم، مسلمانیم، ما دلامون با فرزندامون سوزه که به احترامی ما همه عبادت ایران چکلی که یک سیل میاد یک پیشلاخ همیشوا نابود میکنه، یک به احترامی پدر و مادر همه عمل حسنه ایران میشوا نابود میکنه، میبره، هیچ چیز نمیمونه.